شاید بپرسی این چه کار وحشیانه‌ایه که با این حیوان زبون بسته دارن انجام میدن، ولی رفیق در واقع داره جون گوساله رو نجات میده. این گوساله دچار گلوسیت یا التهاب شدید زبون شده که به خاطر یه عفونت باکتریاییه. یه التهاب باعث شده که نتونه از مادرش شیر بخوره. اگه به حال خودش رها بشه تا 2 هفته دیگه میمیره. شاید بپرسی چرا از دارو استفاده نمیکنن؟ دلیلش اینه که درمان با روش‌های پزشکی زمان زیادی میبره و توی این مدت گوساله در خطره. پس چاره چیه که بتونیم جون این گوساله بیچاره رو نجات بدیم؟ الان بهت میگم. فقط قبلش این آهوی کوچولو وسط سیل گیر کرده و نیاز به کمک داره. اگه از این آهوی بیچاره حمایت میکنی این ویدیو رو لایک کنه، یه قلب قرمز بذار تو کامنت ها. رفقا، مردم تو آمریکای جنوبی از یه روش سنتی ولی مؤثر استفاده میکنن. با یه چاقو و یه برش نازک روی زبون گوساله میدن. بعدش روی بریدگی آب لیمو یا ترش میمالن و روش نمک میریزن تا میکروبا از بین برن. هدف از این کار اینه که عفونت رو پاک کنن تا گوساله سریع خوب بشه و بتونه دوباره شیر بخوره و به زندگی برگرده. اگه از نحوه نجات گوساله خوشت اومد لایک یادت نره.